سلام، به آشپزخونه بانوفود خوش اومدید. فریبا هستم. امروز میخوایم با یه ترفند ساده بدون نور و آفتاب با هم لواشک درست کنیم، اونم توی 3 ساعت. پس اگه بالکن نداری و آپارتمانت نورگیر نیست اصلا نگران نباش. مرسی که قبلش لایک میکنی و این ویدیو رو با دوستانت به اشتراک میذاری. ممنون میشم کانالم رو سابسکرایب کنی و همراه همیشگی کانالم بشی. داخل یه قابلمه 1 لیوان آلوی سیاه، 1 لیوان آلبالو و 1 قاشق زرشک، 1 لیوان آب و مقداری نمک و گلپر و کمی شکر رو میریزیم. بعد میذاریم روی حرارت کاملا بپزه و نرم بشه. سعی کنید حرارت ملایم باشه تا خوب بپزه. بعد از اینکه پخت داخل آبکش میریزیم، با یه قاشق روی سطحش رو فشرده میکنیم تا هسته هاشون جدا بشه. بعد داخل سینی که نایلون چرب شده انداختیم، مایه لواشک رو پهن میکنیم. کاملا روی سینی پهن کردیم. بعد روی قابلمه‌ای که داخلش آب در حال جوش هست قرار میدیم. میذاریم 3 ساعت بمونه روی حرارت ملایم تا لواشک ما آماده بشه. این هم نتیجه کار. نوش جونتون. عزیزان، ممنون که تا اینجا با من همراه بودید. شما رو به دست خدا میسپارم. خدا نگهدار.